دادگاه شهر ریگا در لاتویا غلام محمد غلامی، یک شهروند افغانی تبار این کشور را به غارت 80 واگن پخته تاجیکستان برای 8 سال از آزادی محروم کرد. زوجه او ولنتینا غلامی برای 7 سال و لاریسا کارپنکو، یک شهروند دیگر این کشور که همچنان دادگاه در دزدی پخته تاجیکستان ایبدار دانست، برای 5 سال از آزادی محروم شد. همچنان طبق حکم دادگاه غلامی عهدهدار شد حدود 10 میلیون دلار زیانی رسیده از غارت پخته را به صاحبان آن به تاجیکستان بازگرداند. دادگاه شهر ریگا روز 5 اوگوست حکم خود را در این بابت اعلان کرد. لاتویا در حال این 3 نفر را به جرم غارت 80 واگن پخته تاجیکستان که بنابر ارزیابی مفتشان تقریبا 10 میلیون دلار ارزش دارد جزا داد که ماجرای ربوده شدن پخته تاجیکستان به بالاترین سطح یعنی پرزیدنتان دو کشور رسیده بود. رسانه های محلی لاتویا نوشته بودند که امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان سال 2015 از همتای لاتویایی خود اندریس برزینش خواسته بود که برای یافتن پخته گم شده تاجیکستان مساعدت کند. ماجرای ربوده شدن 80 واگن پخته تاجیکستان به سال 2012 برمیگردد. بنابر اطلاع دفتر مطبوعات دادگاه شهر ریگا، شرکت با نام لاجستیک اکسپرس که رهبرش دولتخان عزیزوف نام شهروند تاجیکستان است، 80 واگن پخته را از تاجیکستان آورده در انبار در شهر یورمالایی لاتویا نگاه می داشت. انباری که پخته تاجیکستان در آن نگهداری میشد به یک شرکت لاتویایی تعلق داشته است، اما در این میان صاحبکار افغانی تبار لاتویا غلام محمد غلامی با تقلب حجت‌ها از نام شرکت لاجستیک اکسپرس این پخته را از انبار گرفته به یک شرکت امریکایی با نام سیلوستر اینترنشنال تقدیم میکند. معاملات غلامی و این شرکت امریکایی معلوم نیست، ولی دادگاه شهر ریگا غلامی، زوجش و لاریسا کارپنکا یک کارشریک او را با 2 ماده کودکس جنایی لاتویا، غارتگری در حجم مخصوصاً کلان و تقلب حجت‌ها مجرم شناخته است. از این قبل هم اسم غلامی در لاتویا برای دادن پارا و مساعدت به پولشویی به نزدیکان اسلام کریموف، پرزیدنت سابق ازبکستان، رسانه‌ای شده بود.